4 تا کاری که برای تیره نشدن زیر چشمت حتما باید انجام بدی. 1. به هیچ وجه شبا دیر نخواب و بیشتر از ساعت 12:30 نصف شب هم بیدار نباش. باید خواب کافی داشته باشی که بتونی پوست زیر چشمت رو خیلی شاداب‌تر نگه داری. 2. حواست باشه در طول روز به هیچ وجه بیش از اندازه از گوشی، لپتاپ، کامپیوتر و تبلت استفاده نکنی، چون استفاده بیش از اندازه از لوازم الکترونیکی باعث میشه که پوست زیر چشمتون تیره بشه و همچنین شادابیشو کاملا از دست بده. 3. حواست باشه اگر دهیدراته باشی، یعنی مصرف آب در طول روز خیلی کم باشه، یکی دیگه از عواملی هستش که سطح پتاسیم خونت میاد پایین و همین موضوع باعث تیرگی دور چشمت میشه. پس حتما در طول روز به میزان کافی از آب استفاده کن. مورد 4. حواست باشه که در کنار رعایت اون 3 موردی که بهت گفتم حتما از کرم ضد تیرگی و ضد پف دور چشم امونی استفاده کنی، چون این کرم حاوی کافئین و آسکوربیک اسیده که هر دوتای این موارد باعث میشه که شما خاصیت روشن کنندگی رو دور چشمتون کاملا مشاهده بکنید.